دوستای عزیز بزرگوار، بازم یک خوندن سفارشی به افتخار زندانیایی که داخل ایران زندان، با امید ازی که یک روز اینا کلشون آزاد شد. به افتخار زندانیای ایران. نظریه و رضا و کفتر و تنله ننه جان گیریه نکنیم دیگه قسمت منه. صبح فردا که بشه چوبه راجای منه. مادر پیر مریضم داره فریاد میزنه. زندونی یک کوه درده، زندونی ساکت و سرده، زندونی امیدی نداره. توی سلول چشم راه هر لحظه یکی بیاد حکم مرگشو بیاره. زندونی یک کوه درده، زندونی ساکت و سرده، زندونی امیدی نداره. توی سلول چشم راه هر لحظه یکی بیاد حکم مرگشو بیاره. صبح فردا که بشه چوبه با جای منه. مادر